ادیبه 11 سال دارد و در کناره‌های شهر دوشنبه زندگی می‌کند. او امروز اولین بار در طول حیات 11 سالش سیرک را دید و چراغ‌های درخشان یکجا با هنرنمایی ارتیستان سیرک او را خیلی خرسند و هیجانی کرده است. حیوان‌هایش و پرندگانش و مسخره‌بازش به من خیلی محبوب شد. ادیبه و خواهر او سیاحت از جمله 2000 کودک خانواده‌های کم بی‌ضاعتند که آرزوی دیرینه آنها را سازمان با نام همسایه نیک عملی کرد. این یک خرسندی است برای کودکان، یعنی که همه اویلاها نمیتوانند کودکان شدن به همین سیرک برند، لیکن کودکان آرزو دارن، کودکان میبینن، کودکای از اویلاهای کم بی‌ضاعت و بی سرپرست نیز خواهش دارن که در همین خیل مرکب‌های چرابینی و اشتراک کنند. ما این شرایط رو برای ما مهیا کردیم. ادیبه فرزند دوم پدر معلول و مادر خانه‌شین است. تا زمانی که پدرش سالم بود و مهاجرت می‌رفت، زندگی خانواده ادیبه بهتر بود. پدر و مادر ادیبه از آن خجالت می‌کشند که نمی‌توانند آرزوی کودکانه بچه‌های خود را عملی کنند. خواندن در مورد زوق دارن کودکایی یعنی تو خواندن چقدر زوق دارن. شما کمکشون میکنید؟ کمک و ابزار شهرتی یاردمشو بکنم که شروع خونم با کلیخچون کار کنم. بگن که مثلا من با یک تا کامپیوتر بخرم که یک تا تلفن میخواهم، همین امکان دارید که همین خواسته های همین را شما برآورده کنید؟ امکانیت باشد میکنم، نباشد میگم نیست فردا ندارم امکانیت چی باشه میکنم. ادیبه وضعیت پدر و مادرش را درک می‌کند. او آرزو دارد که در آینده طراح لباس شود و خانواده خود را از فقر رها کند. من از خودی آرزو می‌کردم که با زندگی مشغول شوم و من زندگی را از خاله‌ام آموختم و بسیار می‌خواهم که دوزنده شوم و با من ماشینای دستی و سویتی تحفه کنند. بنا به آمارها 3/1 خانواده‌های تاجیکستان در زیر خط فقر به سر میبرند. در خانواده‌های فقیر بنا به حساب‌ها بیش از 1 میلیون کودک زندگی میکنند. 1 میلیون کودکی که به دلیل دستی تنگ والدان نمیتوانند کودکی زیبا داشته باشند. ما به قهرمانی قصه‌مان ادیبه اجرای آرزوهایش را تمنا میکنیم. کی میداند شاید اسم او در آینده در قطار طراحان معروف جای بگیرد، زیرا طوری میگویند آرزو نیمی دولت است.